بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما همه کنکوریای عزیز. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و در مسیر موفقیت قدم بردارید. علیرضا مختاری هستم، دانشجوی مشاوره دانشگاه فرهنگیان. اینجا با هم که آزمون رو از پایه‌ای ترین نکات بررسی کنیم و به یک سوال مهم پاسخ بدیم. این سوال که چرا در آزمون‌های آزمایشی نتیجه نمیگیرم. پس تا آخر ویدیو همراهمون باشید و حتما نکاتی که میگم رو یادداشت کنید که به امید خدا در اولین آزمون پیش روتون تغییر قابل ملاحظه‌ای رو شاهدش باشید. گام اول باید هدفمون رو از آزمون دادن مشخص کنیم. به جرئت میتونم بگم که اکثر بچه‌هایی که آزمون آزمایشی شرکت میکنن هدفشون رو اشتباه میفهمن و فکر میکنن که آزمون میدن که صرفاً ببینن بین رقباشون چه جایگاهی دارن و چه رتبه‌ای کسب میکنن، بدون اینکه به این توجه داشته باشن که چرا اون نتیجه و اون رتبه رو کسب کردن. ببینید بچه‌ها، رقابت در این آزمون‌های آزمایشی که در طول سال صورت میگیره یکی از بزرگترین اشتباهاتیه که شما میتونید در سال کنکور مرتکب شید. حالا به دلایل مختلفی در این آزمون‌ها تقلب میشه، احتمال داره سوالات استاندارد طرح نشه و شما آمادگی کامل رو برای اون بودجه بندی نداشته باشید و هزاران دلیل دیگه. ما با رقابت مخالف نیستیم. رقابت باشه برای آزمون‌های بعد از عید، آزمون‌های جامع، چون که بودجه بندیش متناسب با خود کنکوره و همچنین داوطلبای بیشتری شرکت میکنن و چون که داوطلبای بیشتری شرکت میکنن و اهمیت بیشتری داره، روی سوالاش بیشتر تمرکز میکنن و سوالات بهتری و شبیه‌تری به کنکور طرح میکنن. شما آزمون شرکت میکنید که در مرحله اول مهارت آزمون دادن و مدیریت آزمون رو یاد بگیرید و فضای کنکور رو واسه خودتون شبیه سازی کنید. دوم، شما آزمون شرکت میکنید که در این بازه مونده تا کنکور اطمینان خاطر پیدا کنید که همه مباحث رو تموم میکنید اگه طبق بودجه بندی پیش برید. سوم، به درس خوندنتون نظم و هدف میده. شما وقتی موظف میشید که در طول 2 هفته یک بودجه بندی رو بخونید و آزمونش رو بدید، خودش حالت یه شبه کنکور داره و بالاخره هممون آدمیم. وقتی که تایم زیادی تا کنکور مونده باشه، 5 یا 6 ماه، یه جور احتمال داره که خسته بشید و ساده بگیرید این مسیر رو و سرد بشید. اما وقتی که آزمون‌های آزمایشی 2 هفته یک بار یا حتی 3 هفته یک بار شرکت میکنین، این هدف دائما براتون تازه میشه. چهارمین و مهمترین مورد، ارزیابی کیفیت مطالعه‌مون در طول هفته است که ببینیم اصلا مسیر رو درست اومدیم، روش مطالعه‌مون درست هست یا نه. برای مثال شما آزمون آزمایشی شرکت میکنید، طی 4 یا 5 تا آزمون درصدتون در درس مثلا شیمی یا برای بچهای انسانی در درس فنون ادبی 20 یا 30%. خب اینجا باید متوجه شید که یک جای کار اشتباهه که این درصدتون پیشرفت نمیکنه. برای مثال شما وقتی که با استاد پیش میرید برای درسی مثل ریاضی و اون بودجه بندی آزمون رو تموم کردن، شما سر جلسه میرید و درصد 20 یا 30% پایینی کسب میکنید، باید پیگیر باشید که چرا این درصد رو کسب کردید. احتمالاً مشکل از معلمتون بوده یا خودتون کم کاری کردید. این برای کتابای کمک درسی هم صدق میکنه. اگه شما صرفا با کتاب کمک درسی پیش میرید و درصدتون پیشرفت نمیکنه، باید بررسی کنید که مشکل از چیه. مشکل اینه که سطح کمک درسی پایینه و همین مطالب رو پوشش نمیده، یا نه مشکل از نحوه مطالعه‌تونه. حالا ما به جای اینکه به این سوال پاسخ بدیم که چرا در آزمون‌های آزمایشی نتیجه نمیگیریم، به این سوال پاسخ میدیم که چه کار کنیم که در آزمون‌های آزمایشی بهترین نتیجه رو کسب کنیم. در کل 3 عنصر برای موفقیت در آزمون‌های آزمایشی خیلی اهمیت داره. اول اینکه اون بودجه بندی رو در طول هفته خونده باشید و به تسلط کامل رسیده باشید. دوم اینکه اون چیزایی که در طول هفته خوندید رو بتونید به بهترین صورت سر جلسه پیاده کنید.
و سوم این که شرایط سر جلسه و شرایط خودتون چطوری باشه. حالتون اون سر جلسه خیلی تأثیر داره در نتیجه آزمون. خدایی نکرده یک اتفاق بدی براتون پیش نیومده باشه یا حتی بیمار نشده باشید. دو مورد اول درونی هستن و به خودتون بستگی داره. شما باید سعی کنید تا کنکور تا جایی که میتونید بهشون گیر بدید که اینها رو بهبود ببخشید و به بهترین صورت ممکن اونها رو اصلاح کنید که برای کنکور بهترین ورژن خودتون رو ارائه بدید. خب بچه‌ها، مقوله آزمون به 3 مرحله تقسیم میشه. 1 پیش از آزمون، 2 حین آزمون و 3 بعد از آزمون که بعد از آزمون میشه شامل تحلیل آزمون که انشاءالله در ویدیوهای آینده به صورت مفصل راجع بهش بحث میکنیم. کارهایی که باید قبل از آزمون انجام بدیم: شما باید طبق برنامه‌ای که مشاورتون براتون چیده طی 2 یا 3 هفته همه مباحث آزمون رو مرور کنید و سعی کنید 2 یا 3 روز قبل از آزمون، حالا اگه آزمونتون جمعه است، چهارشنبه و پنجشنبه رو براش قرار بدیم برای مرور و 1 روز قبل از آزمون هم آزمون مشابه همون مؤسسه رو بزنید. حالا بچه‌هایی که کامل خوندن مباحث رو و کامل مرور کردن، اون آزمون رو باید به صورت آزمونوار و همون شرایط آزمون رو برای خودشون تکرار کنن. یعنی چی؟ یعنی که مثل آزمون آزمایشی که شرکت میکنن ساعت 8 صبح بیدار شن، با لباس رسمی اون آزمون رو در تایم هایی که خود آزمون مشخص کرده حل کنن به صورت آزمونوار. اما دانش آموزایی که هنوز همه مطالب رو تموم نکردن و مرور کافی نداشتن، صرفاً تست خوانی انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی دفترچه آزمون رو میارن، از روی صورت سوال میخونن و گزینه‌ها و همون لحظه پاسخنامه هم چک میکنن که هم براشون مرور شه و همین که ذهن طراح رو تا حدی بخونن، چون معمولا سوالهای آزمایشی در سالهای مختلف تا یه حدی تکرار میشه. این باعث میشه که درصدتون خیلی پیشرفت کنه. خب زود خوابیدن و زود بیدار شدن و صبحانه خوردن از بدیهیاته و خیلی راجع بهش توضیح نمیدم، اما 2 نکته هست که باید بهش توجه داشته باشید. اول این که برای صبحانه همون چیزایی که معمولا استفاده میکنید و روتینتون هست رو استفاده کنید. فقط توجه داشته باشید به میزان مصرف مایعات، چون اگه سر جلسه بخواید برید سرویس بهداشتی تایم خیلی زیادی ازتون میگیره و عملا اون آزمون رو از دست دادید. نکته دوم، برای دانش آموزایی که به اصطلاح دیرتر موتورشون راه میفته و صبح‌های زود اول آزمون عملکردشون ضعیف‌تره، ما توصیه میکنیم که 1 ساعت قبل از آزمون بیدار باشن، حتی اگه خونهشون هم نزدیک حوزه امتحانی باشه، و 3 یا 4 تست یا 1 صفحه از اون مباحثی که خوندن رو قبل از آزمون 1 مرور داشته باشن. اون تستایی که میخوان بزنن باید تکراری باشه و تستایی باشه که بهش مسلط باشن و قبلا کار کرده باشن. این برای اینه که عملکرد مغزشون قوی تر بشه و همون نتیجه رو از اول آزمون کسب کنن که وسطای آزمون و یا آخر آزمون به دست میارن. مورد بعدی هم که اکثر بچه‌ها باهاش مشکل دارن، 3 ساعت نشستن یک جا برای سر جلسه آزمون. معمولا بچه‌ها خسته میشن و عملکردشون آخر آزمون افت پیدا میکنه و سوالای غلطشون در آخر آزمون خیلی زیاد میشه. این دانش آموزا باید با مشاورشون صحبت کنن و پارت‌های مطالعاتی صبحشون رو 3 ساعته قرار بدن که براشون عادی بشه و با این قضیه کنار بیان. بریم سراغ حین آزمون. وقتی که شما سر جلسه هستید، سوالات جلوتونه و میخواید بهش پاسخ بدین. ببینیم چه مواردی باعث میشه که اون نتیجه مطلوب رو کسب نکنه. اولین مورد و مهمترین موردش نداشتن تسلط به مباحث بودجه بندیه. شامل چه سوالاتی میشه این نداشتن تسلط؟ سوالاتی که شما تا نصفه راهو حل میکنید و تایم براش میذارید، وقت براش میذارید، اما به نتیجه نهایی نمیرسید، و یا سوالاتی که اشتباه حل میکنید. اینها از نداشتن و عدم تسلطه، نه اون سوالاتی که تو دام طراح میافتید، اونا مقوله جدایی هستن، اما سوالاتی که در کل اشتباه پاسخ میدید از نداشتن تسلط میاد.
خب برای حل این مشکل چه راهکارهایی هست؟ اول از همه باید بررسی کنیم که شاید شما شیوه مطالعه درست اون درس رو یاد نگرفته باشید و کلا مسیر رو اشتباه اومده باشید تا اینجا. برای رسیدن به بهترین نتیجه نیازه که بهترین مسیر رو طی کنید که بهترین مسیر اینجا فهمیدن شیوه مطالعه درست اون درسه. اگه در شیوه مطالعه هر درس مشکل دارید حتما داخل کامنت ها بهم بگید که ویدیوهای جداگانه برای هر درس بگیرم و نحوه شیوه درست مطالعهش رو توضیح بدم. دوم اینکه تعداد تست هاتون رو در طول هفته بیشتر و بیشتر کنید که هم دفعات مرورتون بیشتر شه و با تیپ تست های مختلفی روبرو شید. و ما به بچه ها توصیه میکنیم که از هر مبحث یک سری سوالات خیلی دشوار و سخت‌تر از حد نرمال رو حل کنن که ترسشون ریخته شه. اگه سر جلسه آزمون هم با سوالات خیلی سختی مواجه شدن خیلی جا نخورن، مثل کنکور 402 ریاضی که آورد. اکثر بچه ها برای ریاضی درصدهای بالا خودشون رو آماده کرده بودن، اما وقتی که با اون سوالات مواجه شدن کل آزمون رو خراب کردن. و اینکه اون تستایی که در طول هفته حل میکنید حتما پاسخنامه تشریحیش رو کامل چک کنید. تستای آموزشی هم سوالات درست رو هم سوالات غلط رو پاسخنامه‌اش رو چک کنید. سوالات آزمونی و زماندار هم فقط سوالات غلط رو تحلیل کنید. یه وایس کامل راجع به انواع تستای آموزشی و آزمونی داخل کانال تلگرام گذاشتم، اگه خواستید برین اونم گوش کنید. برای تستایی که آزمونی میزنید و زماندار، اون تستایی که غلطه حتما یا داخل همون دفترچه سوالات علامت گذاری کنید یا یک دفتر جداگانه براشون تهیه کنید و اون سوالات غلط رو داخل اون دفتر بنویسید و تا وقتی که حل نشده ازش ساده نگذرید، چون معمولا همین سوالات اشتباهی هستن که بهش بی توجه هستید و دو روز دیگه داخل کنکور میاد و اونجا هم اگه اشتباه پاسخ بدید عملا هیچ کاری انجام ندادید. همچنین از دلایل دیگه نداشتن تسلط، نداشتن مرور کافیه. احتمالا برای همتون پیش اومده که رفتید سر جلسه امتحانی با یک سری سوالات مواجه شدید که حتی میدونستید کدوم قسمت کدوم صفحه از کتابه اما نتونستید به اون سوال پاسخ بدید. یعنی ازتون میپرسیدن این کجای کتابه، میگفتین فلان صفحه فلان قسمت کتاب، اما نتونستید به اون سوال پاسخ بدید. دلیل این مورد میشه همون نداشتن مرور کافی. و برای حل این مشکل و راه حل هم میتونیم بهتون توصیه کنیم که اون تستای علامت داری که در طول هفته مشخص کردید یک روز یا 2 روز قبل از آزمون اون تست ها رو بررسی کنید. چون اگه بخواید کل تستایی که در طول هفته زدید رو مرور کنید عملا یک کار نشده و غیر ممکنه، چون تعداد تستا بالا و تایم شما محدوده. اما یک سری سوالات رو علامت دار میکنید. حالا این سوالات علامت دار چه سوالاتی هستن؟ سوالاتی که فکر میکنید نکته جدیدی داره و داخل درسنامه یا کتاب شما نیومده، یا سوالاتی که هر بار حل کردید اشتباه در اومده و فکر میکنید که هنوز کامل به تسلط نرسیدید. این سوالات رو علامت دار میکنید و 1 یا 2 روز قبل از آزمون این سوالات رو کامل مرور میکنید. راه حل بعدی تورق سریع کتاب و جزوه است. تورق یعنی ورق زدن. این یک مرور روزنامه‌وار سریع 1 روز یا 2 روز قبل از آزمون از کل مباحث میکنید. راه حل سوم هم خلاصه نویسیه. یعنی اون خلاصه نویسی هایی که انجام دادید در طول هفته رو بیایید مرور کنید. مشکل بعدی و خیلی شایع دانش آموزا مشکل مدیریت زمان و وقت کم آوردنه. ابتدا چند تا از مهمترین مسائلی که باعث میشه که شما سر جلسه وقت کم بیارید و با این مشکل مواجه شید رو بهتون میگم و در آخر هم 2 توصیه کلی برای مدیریت زمان خدمتتون عرض میکنم. ببینید عزیزان، یه وقت هست شما برای یک تست نیم ساعت وقت میذارید و در آخر هم به جواب نمیرسید یا پاسخ اشتباه میدید و کل تایم آزمونتون رفته.
این به دلیل مدیریت زمان یا وقت کم آوردن نیست. این برمیگرده به همون عدم تسلطه که راجع بهش توضیح دادیم. شما در واقع با دو نوع سوال روبرو هستید. یا سوالی رو بلدید و با توجه به شرایط و تایمی که هست بهش پاسخ میدید، یا سوالی رو بلد نیستید و از کنارش میگذرید و عملا تایمی هم براش صرف نمی کنید. اگه با نوع سومی مواجه هستید، یعنی سوالاتی که فکر میکنید بلدید اما تا نصفه راه رو میرید و به جواب هم نمیرسید، اون مشکل از عدم تسلط شماست. همچنین دانش آموزی که درصدش 30 یا 40% یا 20 یا 30% درصد پایینی داره، هیچ وقت نمیتونه بیاد بگه که مشکل من مدیریت زمان بوده، چون در واقع نصف سوالات رو هم حل نکرده که بخواد وقت کم بیاره. اما چرا دانش آموزی هست همه درصداش 70 یا 80 اما یک درس رو اومده پایین‌تر 40 یا 50% زده، اون دانش آموز میتونه بیاد بگه که وقت کم آوردم. برای حل مشکل کمبود وقت هم شما باید در طول هفته تعداد تست هاتون رو بالاتر ببرید. همچنین این تست هایی که حل میکنید رو به صورت زماندار و آزمونی حل کنید در قالب کنکور. برای مثال شما دانش آموز انسانی هستید و میخواید 30 تست جامعه شناسی حل کنید. این 30 تست رو بیاین به 2 تا 15 تا تقسیم کنید در قالب کنکور و با همون زمان استانداردی که کنکور به شما میده با همون زمان حل کنید. مثلا 15 تا تست جامعه شناسی رو در 13 دقیقه حل کنید. این کار به مرور باعث میشه که سرعت شما افزایش پیدا کنه و با شرایط سر جلسه هم عادت کنید. همچنین یه راهکار دیگه هم هست، بیشتر برای دروس تحلیلی مثل ریاضی و برای بچهای انسانی مثل عروض در فنون ادبیه. ما به دانش آموزا توصیه میکنیم که وقتی که آزمونی رو حل کردن و کامل تحلیلش رو انجام دادن، اون سوالهای تحلیلی و حل کردنی رو بیان از نو دوباره حل کنن. یعنی راه حلش رو از اول ابتدا دوباره تا آخر پیش برن. این چند بار حل کردن این سوالات، این راه حل ها باعث میشه که دستتون روونتر شه، سرعتتون بیشتر شه. بریم سراغ اون 2 تا راهکاری که خدمتتون عرض کردم. اولیش میشه تکنیک زمان نقصانی. این تکنیک رو احتمالاً از مشاورتون شنیده باشید. میاد میگه که اون تایمی که خود آزمون برای هر درس اختصاص داده، یه مقدار ازش رو بگیرید، سیو کنید برای دور دومی که میخواید دفترچه رو بررسی کنید. برای مثال در رشته انسانی دفترچه 1 در درس ریاضی 30 دقیقه زمان اختصاص داده شده برای این درس. شما از 30 دقیقه استفاده نکنید، 25 دقیقه استفاده کنید. 5 دقیقه رو سیو کنید برای دور دومی که میخواید دفترچه رو بررسی کنید. این زمانایی که سیو میکنید و جمع میکنید یه حدود شاید بگم یک 15 دقیقه، یه 20 دقیقه بشه که برای مرور میتونید اون تستایی که فکر میکردید ساده هستن و میتونید پاسخ بدید رو بیایید اونها هم پاسخ بدید و باعث میشه که درصدتون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشه. این تکنیک خیلی مهمه و خیلی بهش توجه داشته باشید. یک دفعه‌ای هم نمیشه اجراش کرد، باید این رو تکرار کنید در آزمون‌های مختلف. از همین امروز، از همین آزمونی که پیش رو دارید سعی کنید این تکنیک رو اجرا کنید که در روز کنکور براتون عادی باشه و هول نشید که سر جلسه کنکور همه زمان رو قاطی کنید و کلا نرسید تا آخر دفترچه هم برید. این نیاز به تمرین داره. تکنیک دوم میشه علامت گذاری سوالات. در واقع شما سر جلسه با چند مدل سوال روبرو هستید. یک سوالایی که بلدید و ازش عبور میکنید و عملا تایمی هم براش نمیذارید. دوم، سوالاتی که هیچ ایده‌ای برای حلش ندارید و سوالات تازه و جدیدی هستن، یا سوالاتی که اصلا اون جزء مباحث حذف شده است و نمیخواید اونا رو پاسخ بدید. این سوالات یک ضرب در کنارش میزنید و میرید سراغ تست بعدی. نمونه سوالات بعدی که باهاش روبرو میشید، یکیشون میتونه اینطور باشه که
اون سوال رو بلدید اما میدونید که تایم زیادی ازتون میگیره. این سوالات یک دایره کنارش میکشید و باز هم از این سوالات عبور میکنید و میرید سراغ سوال بعدی. یک سری سوالات دیگه هم هست که باهاش روبرو هستید. ابتدا نمیدونید که حل کردنش زمان گیره و وقت زیادی ازتون میگیره تا نصفه راه رو پیش میرید، اما از نصفه راه متوجه میشید که چه راه حل طولانی داره. این سوالات هم یک دایره کنارش میکشید اما نصفه پر میکنید. این کار به شما میگه که یعنی این تا نصفه راه رو رفتید و تا یک جای پیش رفتید و بار بعدی که میخواید دفترچه رو مرور کنید با توجه به همون تکنیک زمان نقصانی که یه مقدار تایم سیو کرده بودید، با اون تایم وقتی میخواید دفترچه رو مرور کنید اولویت شما با اون تستای دایره‌ایه که یه مقدارش رو پر کردید، یعنی این نصفه راه رو رفتید به جواب آخر نرسیدید. بعد از اون تستا میرید سراغ تستای دایره‌ای. امیدوارم توضیحاتی که دادم براتون مفید بوده باشه.